سلام به همه. شما هم مثل ما سحر و جادو را دوست می‌دارید؟ به حیله‌های سایر نگاه کردن و از استعداد او حلاوت بردن برای بیشتری آدمان خوشنودی حقیقی است، ولی اکثریت دانندگان علم سحر و جادو نمی‌خواهند اسرار خود را فاش کنند چون که درآمد آنها را کم می‌کنند. اما هیچ گپ نیم، ما کوشش می‌کنیم جواب سوال‌هایمان را خودمان پیدا کنیم. ویدیوی امروزه ما برای فاش کردن حیله‌های جالب است. رفتیم با پیش. کدام ارزو میکنه قچ айда تا 10 سانتیمتر بلند کنه. مرحمت به شما بهترین داروی طبیعی استحصال ترکیه را با نام اوز مکس توصیه میدیم که کفالت قطعی قد شما را айда تا 10 سانتیمتر بلند میکنه. کدام در کار مرحمت رقم در شبکه پروفیل مراجعه کنید، به شما دستافکه میکنیم. دستافکه به همه شرایط سوارسی هست. فوکوس با ادیال. ما از فوکوسی سر میکنیم که داوران را در برنامه سالانه تالنت در بریتانیا شگفت زده کرده بود. ساحر با نام ماگوستوپ در اول نمایش روی کت خوابیده ادیال را روی خود پرتافت و پس از چند لحظه از زیر ادیال زنی با نمود دینامیکی به جای او برآمد. بعد از چند لحظه رقص بازی ماگوس دوباره از بین ابر و دود با لباسی تماما دیگر پیدا شد. سپس همکارانش را به قفس انداخته با پیلیونکه گرد قفس را پیچاندند و به بالا برآورده چند دور چرخاندند. با نیزه قفس را سوراخ کرده آتش زدند و در این لحظه ساحر در تخت خود با همان لباس اولش بیدار شد و حیله را آغاز کرد. داوران و تماشابینان چیزی نفهمیدند و این عجیب نیست. اگر ثبت را چند مرتبه تکرارا تماشا کنیم می توانیم سر این حیله عجیب را فهمیم. ماگوستوپ از علم سحر و جادو همچون فیلم گری پاتر در سرزمین جادوگران خبر ندارد. اولین سر این حیله در تخت است که ماگوس در آنجا خواب است. وقتی به ثبت اهمیت میدیم میفهمیم که ساحر در طرف چپی تخت خواب است و طرف راستی آن خالی مانده است. چنین به لحظه توجه میکنیم که مجریان برنامه را یکی از همکاران ساحر در پشت صحنه میترساند. آنها رویشان را از صحنه میگردانند و در این لحظه کاملا عیان است که یاور ساحر از کنج پنهانی تخت برای تخت میبراید. حتی دیدن ممکن است که او در زیر ادیال همراه ماگوس پنهان شده است و با یک حرکت خیلی تیز جای خود را عوض میکند. حالا تختی که در درونش ساحر پنهان شده بود را به پشت صحنه بازی میکشانند تا او تواند در کنج دیگری تخت پنهان شود و این دفعه با لباس دیگر نزد تماشابینان عیان شود. این کرته زرد در تن ماگوس از اول برآمدش در زیر پیژامه‌اش دیده میشد. در قسمت دیگر سحر هم سوراخ‌های پنهانی واقع است که به واسطه آن ماگوس از درون قفس برآمده به داخل تخت پنهان می شود. او این کار را خیلی سریع و ناعیان اجرا می کند و در این زمان توجه تماشابینان به رقص روی صحنه و آتش درون قفس جلب شده است. حرکت در هوا. شاید هر آدمی در حیاتش حتی یک مرتبه درباره پرواز کردن فکر کرده باشد. مثل پیتر پن قهرمان فیلم های کودکانه که همین گونه هنر را دارد، اما متاسفانه در دنیای حاضر به آدمی هنوز قدرت دست نداده است که این کار وزنی را انجام دهد. برای به هوا برآمدن به ما تجهیزات مخصوص لازم است که خیلی قیمت بها هستند، اما این کار برای ساحران آسان است. بیشتر آنها آزادانه می توانند به هوا پرند یا همکاران خود را به هوا بردارند. این کار را عصرهای زیاد است که انجام می دهند. واقعاً حیله پرواز کردن یک سحر قدیمی است و می توان آن را کلاسیکی نامید. اما این سبب نمی شود که آن را یک طرفه کرده به اسرارش پی نبره. ساحر همکارش را گیمناز کرده او را روی میزی مخصوص می گذارد. در زیر میز ونتیلاتور را گیران کرده با حرکت های عجیب انگشتانش دختر را آهسته آهسته در هوا می بردارد. وقتی که میز را از زیر او می گیرند دختر به زمین نمی افته. ساحر او را در همین حالت به گرد خود تاب می دهد و برای آنکه نشان دهد که دختر در حقیقت در هوا قرار دارد گرد او آبروچ را میچرخاند. قائل میشویم که این سحر یکی از بهترین سحرها بود و آن به درجه کافی جالب بود که توانست داوران برنامه تالنت بریتانیا را شگفت زده کند. حالا بیاید فکر کنیم که اسرار این اجرا کجا پنهان شده است، چون که آدم ها پرواز نمی کنند که. در یک برآمد ساده تر این سحر یگان میز واقع نیست. فقط دو استول و یک تخته که بین استول ها جایگیر است دیده می شود. دختر روی این تخته خواب است. سپس استول ها گرفته می شوند، پرواز آغاز می شود و با واسطه آبروج پرواز سنجیده می شود. حالا باید زیر ادیال را نظر کنیم تا بفهمیم ساحر چگونه توانست بینندگان را فریب کند. چون که ادیال به سبب اینجا پرتافته نشده است.
بله، زیر ادیال پایه آهنی با قوتی که تخت روی آن قرار گرفته است جایگیر است و آن ستول ها فقط برای زیبایی کار گذاشته شدند، وگرنه اسباب سحر به ستول هم با قوت مستحکم ایستاده است. تخته با مکانیزم مخصوص توسط پایه بلند می شود و بلندی و پستی آن با یک تکمچه که زیر پای ساحر قرار دارد تنظیم داده می شود. تماشابینان آن را نمی بینند. پس سنجش توسط آبروش چی می شود؟ بله، آبروش نیز در حالت خاص و تحت ساخت مخصوصی آهنهای پایه حرکت داده می شود. این دستگاه را در تمام سحرهای کلیویتاسیا دیدن ممکن است. گلیاتینا. این دستگاه وهمناک با نام گلیاتینا قصه دور و دراز قدیمی دارد. برای یادآوری تاریخی ساختش به عصر 16 به شتلندیا برمیگردیم. اما شهرت حقیقی گلیاتینا به آخرهای عصر 18 به فرانسه برمیگردد. طبیب ژوزف گلیاتین پیشنهاد کرده بود که این دستگاه را استفاده برند و نام آن را از نام طبیب گرفتند. طرز ساخت این دستگاه ترسناک خیلی ساده است. دو پایه ورتیکالی و لثه بزرگ تیز که با سرعت به سمت پایان حرکت میکنند. این دستگاه زنده ماندن غیر امکان است و برای همین ساحران ماهر استفاده این دستگاه را در برآمدهای خود دوست می‌دارند. نه تنها ساحران بلکه پادشاه شاک راک الیس کوپر در کنسرت خود بازی را به راه انداخته بود که در آن گویا او را با روش‌های گوناگون اعدام می‌کردند و یکی از راه‌های اعدامش با واسطه گلیاتین است. دیدن این صحنه برای کسانی که عصبی سوست دارند توصیه داده نمی‌شود، چون که با واسطه لثه بزرگ سری موزیکان بریده و به درونی کرزینه می‌غلطد. اما این فقط یک سحری ماهرانه است. الیس چخیل توانست این کاری به حیاتش ضررآور انجام دهد؟ این معلوم است که لثه با خون صنعی آلوده شده است، اما سر این دستگاه در ترکیب ساخت آن پنهان شده است. ساحر در این دستگاه نگهدارنده هایی را از طرفی در آن جایگیر کرده است که آنها اجازه نمیدهند که لثه از جای لازمه زیادتر پایین فرآید و تماشابین نیز این را نمیبیند. پس اما سر چگونه بریده می شود و به درون کرزینه می افتد؟ بله، سر می افتد، اما با همراهی گردن و تمام بدنی ساحر. هیچ چیز سر را از بدن جدا نمی کند، بلکه سر به شرافت قسم ملایم پایانی گلیاتین و قسم پایانی دستگاه می فراید و سری که یاردمچی از درون کرزینه می برارد سری صنعی و غیر واقعی است. همچنین به سحر می توان یک عجایب دیگر را علاوه کرد و به این سری بریده شده جان بخشید و این یگان جای مشکلی ندارد. فقط لازم است که اجرا کننده وقتی بریدن سر به داخل دستگاه درآید و از طرف دیگر دستگاه گلیاتین سرش را به بیرون برآورده نشیند. اما ما هرگز توصیه نمی کنیم که شما این بازی را تکرار کنید، چون که ما با کارد تیز کار می کنیم. به هر حال احتیاط نیمی حیات گفتند، هرچند که این کار سحر و بازی باشد. سر دور زننده. به یاردمچی ساحر هنگام شعبده بازی چی واقعه هایی که روی نمیدهد؟ او را مجبور میکنند که غیب زند، به قسمت جدایش میکنند، به هوا میبردارند، سر و لباسش را عوض میکنند یا به یگان چیز دیگر او را تبدیل میدهند. بعضا حتی مانند یک دستمالچه تابش میدهند. خودتان نگاه کنید، ساحر دختر را به درون دستگاه درآورده محکم میکند، به طوری که تماشابینان فقط سر و پاهای او را میبینند. سپس شروع به تاب دادن سر او میکنند. هرگز کوشش نکنید که این کار را در خانه تکرار کنید. حتی در کوچه نیز از کردن این کار دوری کنید. عموما احتیاط کنید. این بازی توسط متخصص اجرا می شود. با تاب دادن سر کار به آخر نمی رسد و وقت در دستگاه گشوده می شود می بینیم که تمام بدن دختر تاب خورده است. نتیجه ترساننده تمام تماشابینان را حیرت زده می کند. سپس دوباره حرکت به سمت مقابل شروع شده، دختر به حالت اول باز می گردد. بین این حیله یگان شوخی و مسخره میکنند که در نتیجه قرصک‌های تماشابینان و محبوبیت بین خلق را برای ساحر به ارمغان می آورد. بیایید با گفتن اسرارش سر میکنه. معلوم است که سری آن در جعبه‌ای که دختر در درونش قرار گرفته است پنهان است. معلوم است که او سرش را میچرخاند، اما نه بیشتر از چرخش سری آدمانی معمولی و جای پشت سری دختر موی صنعی را به قسم عقیب جعبه میگذارند. پس بدن پیچ و تاب خورده چی؟ اینجا نیز یگان اسرار هست. قسم برآمد جعبه می تواند به آسانی دختر را در پشت خود پنهان کرده این پارچه را به درون جعبه درآورد. پارچه از همان نمود استفاده می شود که لباسش در تن دختر موجود است. حالا فقط لازم می آید که دختر از سوراخ مخصوصی پشت جعبه دستش را درآورده حرکت دهد. در این حال تماشابینان به حیرت آمده ساحر را تحسین می کنند و این یک ساحری حقیقی است. و قسمت ها جدا کردند.
هنگام جستجو کردن ما فوکوسی را یافتیم که در حقیقت کلاسیکی است و قسمت‌ها جدا کردنی بدن. این هم یک سحری مشهور مانند برآمدن خرگوش از کلاه یا به هوا پرواز کردن یاردمچی است. اما در اجرای دیوید کوپرفیلد این فوکوس حقیقتاً تاثیرگذار شده بود، چون که ساحر مشهور را نه با یگان اره بلکه با یک کارد گردی عظیم جثه با لبه‌های تیز و با رام به قسمت‌ها جدا کرده بود. کوپرفیلد به درون جعبه می‌دراید و دیواره‌های آن پس از لحظه باز می‌شوند. ساحر را با تسمه و دستبند محکم کرده دوباره در جعبه را می‌بندند و او در آنجا پنهان می‌شود. در چند ثانیه‌ای که کارد به پایان می‌فراید، ساحر باید خود را از درون جعبه آزاد کند، اما زمان گریختنش خیلی کم است و کارد کوپرفیلد را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند. همه تماشابینان در وحشت افتادند. خود ساحر نیز چند ثانیه به حرکت خوابیده، سپس سرش را می‌بردارد و بعد یاردمچیان قسم‌های جدا شده بدنش را به طرف مقابل کشیده از هم جدا می‌کنند. هر قسم بدنش حرکت دارد. در زیر فریادهای تماشابینان، کوپرفیلد دوباره به جعبه در آمده، بدنش به هم می‌چسبد و پررنگ می‌شود. آفرین به این شعبده باز. سیر در کجاست؟ در کارد؟ نه، آن حقیقتاً تیز و برنده است. شاید تماشابینان زیرک و نکته سنج الکی به سیر این معما پی بردند. همه سیر در میزی که جعبه روی آن گذاشته شده است پنهان است. یادن نیست که ساحر اول به درون جعبه می‌دراید. او از چشم تماشابینان پنهان شده، سپس به درون میز می‌درآمده است. نگاه کنید، این دو قسم در حقیقت جایگاه پنهان شدن هستند. در یکی از آنها ساحر پای خود را پنهان می‌کند و خودش تا نیمه در درون جعبه می‌خوابد. پس قسم دوم بدن از کجا پیدا شده است که فعالانه حرکت می‌کند؟ معلوم است که از پنهانگاه دوم نفر دوم به طور چپا به درون آن درآمده، تنها پاهایش را به بیرون می‌برد. برای آنکه تماشابینان این جای واسکنی را نفهمند، به همین خاطر در این فوکوس از جعبه استفاده شده است. ساحر و یاردمچیانش از چشم تماشابینان پنهان شده و تنها وقتی که لازم می‌آید به بیرون می‌برند.